جلسه دوم میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که فروش بازاری در اینستاگرام چطور صورت میگیره. اصلا این طرز فکر شاید طرز فکر درستی نباشه که بیایم بازاریابی بیرون و بازار اینستاگرام یکی بدونیم. چرا؟ به دو دلیل. چون مخاطبینی که تو اینستاگرام هستن به 4 دسته تقسیم میشن. حالا اون دلیل رو دوباره راجعش صحبت میکنیم. مخاطب خام، مشتری بالقوه، مشتری بالفعل و طرفدار. اینا کیا هستن؟ مخاطب خام که اصلا هیچ چیزی راجع به اصلا ما نمیدونه، هیچ چیزی راجع به محصول ما نمیدونه، تازه ما رو شاید تو اکسپلور دیده یا تازه ما رو فالو کرده، هیچ چیزی راجع به محصول خدمات هیچ چیزی راجع به ما نمیدونه، هیچ چیزی راجع به اصلا سبک زندگی ما رو نمیشناسه اصلا به عنوان یک بلاگر. مشتری بالقوه یعنی اومده دیده که شما چی داری، قلقلک شده از شما بخره، نیازم داره، منتظر یه پیشنهاد خوب از سمت شماست. مشتری بالقوه است. سوال پرسیده، جزئیاتشو میدونه، همه چی میدونه، قیمتو میدونه، نحوه ارسالو میدونه، همه چی میدونه، نحوه رسیدگی به خدماتش چند ساعت طول میکشه و چه افرادی میتونن انجام بدن، چه افرادی نمیتونن، این دور مناسبه کیه، فلان فلان فلان. مشتری بالفعل کسی که به ما پول داده، از 1000 تومان بگیر تا 1 میلیارد تومان به شما پول داده میشه مشتری شما. و طرفدار کسی که دیگه یه لول بالاتر از مشتریه، شما رو به خیلی معرفی کرده، دوره‌های خیلی از دورهاتون رو تهیه کرده، هر محصول جدیدی بیارید میخره، هر خدمات جدیدی بیارید مشتری اول، چندین بار خدمات شما استفاده که شده طرفدار، دیگه شده حکم بازاریاب شما رو پیدا کرده. یه جمله هست که میگه که شما به جای برسی که فقط 1000 تا طرفدار بر خود بسازی، شما تا آخر اون ثروتمندی. فقط 1000 تا طرفدار. حالا اینکه این طرفدارا چجوری بسازیم تو فصل سوم کامل راجع بهش صحبت می‌کنیم. الان می‌خوایم صحبت بکنیم که چجوری ما مشتری خام رو تبدیل بکنیم به مخاطب خام رو تبدیل بکنیم به مشتری بالفعل. الان می‌خوایم راجع به این صحبت بکنیم. یه نکته‌ای هم هست، این که ما توی اینستاگرام که داریم فعالیت می‌کنیم، بچه‌ها نباید اینم بهتون میگم که 1000 طرفدار پولدار می‌کنه. من می‌خواستم راجع به این صحبت بکنم که دیدگاه درست بهتون میگم که دیدگاه درست راجع به این چیه که چه زمانی من میتونم مخاطب خامه رو تبدیل بکنم به مشتری بالفعل. این روندش رو میخوایم راجع به صحبت بکنیم. بچه دیدگاه دوست رو باید داشته باشیم. دیدگاه دوست یعنی چی؟ یعنی شما هیچ موقع بد دوستت رو نمیخوای. یعنی شما هیچ موقع به دوست چیزی بد پیشنهاد نمیدی. یعنی یه جا مثلا رستوران بد باشه رفته باشی هیچ موقع نمیگی. مثلا من یه ویلا رفته بودم و خانومم همین 2 ماه پیش سمت رشت بود، ویلای چوبی بود. چون ویلای خوب بود، چون مسیری که می اومد دقیقا کنار یک اتوبان بود، بد میشد ویلاه و امنیت خوبی هم نداشت. من نه تو پیج معرفی کردم نه حتی به دوستام، حتی کلی دایرکت اومد که آقا یعقوب اینجا که رفته بودیم میشه معرفی کنیم. گفتم چون خوب نبود رو معرفی نمی‌کنم. اصلا بحث تبلیغش نیست، چون واقعا یه جا خوب باشه من دیگه بدونید که اصلا بحث تبلیغ بخوام در نظر بگیرم معرفی می‌کنم بقیه. ولی اصلا این کار نکردم. حتی صاحب ویلا با پیجش من پیام داد، من پیدا کرد، گفت یعقوب میشه ما رو معرفی کنید؟ مثلا پرش سین نکردم. چرا؟ چون آقا من دوست دارم بهش یک دوست نگاه میکنم که آقا من هدفم اینه که یه سری چیزایی که خوب نیست رو بگم استفاده نکنن مهمه. یه سری چیزایی که خوبه رو بگم استفاده کنید. آیا تا حالا گفتی توی پیجت این کارو نکنید؟ آیا بهشون گفتی که آقا مثلا چه روشی رو آموزش نبینن، چه محصولی استفاده میکنن، چه ماده‌ای رو استفاده نکنن، ماده اولیه؟ راجع به اینا صحبت کردی؟ میخوام دیدگاه دوسته جا بیفته براتون. جلوتر تو بحث اعتمادسازی بهتون میگم که چه نکته‌ای مهمه که شما رعایت بکنید. نکته بعدی تبدیل مشتری بالقوه است دیگه. اوکی ما دیدگاه دوست داریم، آروم آروم داره اتفاق میفته. آیا ما کال تو اکشن داریم به فروش یا نه؟ این کال تو اکشن بسیار مهمه. یعنی چی؟ یعنی ما دعوت مستقیم میکنیم که بیا اینا من بخر، یا میترسیم که زیاد این کال تو اکشن استفاده کنیم؟ خیلی از شما میترسید نکنه من زیاد دارم میگم
من آنفالو کنن. آقا کار تو پیج چیه؟ یا داری خدمات ارائه میدی، به دوستت داری ارائه میدی دیگه. آقا دیدگاه دوست داشته باشی، هیچ موقع نمیای بگی نکنه من کال تو اکشن بزنم. این محصولت بده که کلا اصلا یاد نمیتونی بفروشی. این محصولت خوبه، بهش ایمان داری، دیدگاه دوست داری، کال تو اکشن زیاد داشته باش. اگه دوره آموزشی آشغال، برو عوضش کن، دوره درست حسابی در بیار. بعد دیدگاه دوست داریم یا آقا هر کسی که میخواد انگلیسی یاد بگیره باید دوره منو شرکت کنه. یه همچین حسی داری؟ دیدگاه دوست رو داری که بیای کال تو اکشن خوب بزنی؟ خودت ایمان داری به محصولت یا نه؟ نکتهش اینه. بخوای این دوتا رو جمع بکنیم، ایمان به محصولت. محصول هم بچه فقط محصول فیزیکی نیست، محصول فیزیکیه، محصول دوره است، محصول خدماتته. آیا ایمان داری به ماده اولیه برای کراتین استفاده؟ آقا این بهترین ماده اولیه است که ما داریم استفاده می‌کنیم، بهترین متریاله. اصلا من یه جا رفته بودم برای کاشت مو، مرکز کاشت مو تهران بودن، گفتن که آقا حتما خانمتون بگید که بیان. گفتم خب فعلا ما مراسممون 2 ماه دیگه است و سعی می‌کنیم که فعلا این ریسک نکنیم. بعد گفت بله، چون یه سری ممکنه یه ریزشای کوچیکی داشته باشه، پیشنهاد میکنم که حالا بعدش بیان، ولی حتما تا جلسات کوچینگ اون داره کم کم شروع میشه باشون. جلسه مشاوره اول بود. بعد یک جوری با اعتماد با من صحبت کرد، گفت ما میتونم بهتون بگم آقای یعقوبی تنها مرکزی هستیم تو تهران یعنی انگار تو ایران دیگه که عارضمون زیر 1%. یعنی این کاری که ما داریم میکنیم، کاشت ابرویی که داریم انجام میدیم، زیر 1% عارضه داریم. بقیه جا خیلی اصلا وضعشون خرابه. اصلا ماده اولیه هم نیست، تا تکنسین هایی که دارم کار میکنم با توجه به تجربه بسیار بالایی که دارن، این اتفاق داره رقم میخوره، این آمار بالا داریم نتیجه میگیریم. من اصلا جا خوردم، گفتم واو چقدر ایمان قلبی شدیدی به کارش داره. خودت تو خداوکیلی اگر محصولت خوبه، دورت خوبه، آموزشت خوبه، ایمان اگه داری بهش، چرا نمیگی بیاد معرفی کن؟ چرا نمیگی بیاد بخره؟ چرا روش تهیه رو نمیای زیاد بگی؟ چرا اینجوری نمیگی که آقا این محصوله میتونه واقعا درد تو رو دوا کنه، این محصول راستکار توئه، این دوره باید تو اگه میخوای این اتفاق بیفته، این دوره فقط به دردت میخوره. اگه این خدمات رو میخوای داشته باشی، خدمات زیبایی مثال نزنیم، مثلا چی؟ خدمات خودرو. اگه میخوای آقا صافکاری میخوای انجام بدی، ما شماره یکیم تو تهران، ما شماره یکیم تو تبریز، ما شماره یکیم تو شیراز. یه جوری پی دی آر برات میزنم که اصلا انگار نرفته باشی تو، انگار اصلا تصادف نکردی. نمونهشو ببینی، براتون میذارم ببینین مثلا ماشین فونیکس اومده، ببین چه جوری رفته. ببین این لکسوزه درش رفته تو، چقدر سخت در آوردن این در 2 نبشه. ببین الان چی میشه. فردا استوری میکنم، ریلز هم میذارم، هایلایت میکنم. این چقدر مهمه، اینا چقدر چیز میز نوشتیم اینجا. مخاطب‌ها 2 دسته میشن. اینجاست که میگم کسب و کار بیرون، بازاریابی بیرون با اینستاگرام فرق میکنه. چرا؟ چون تو اینستاگرام یک سری مخاطبایی دارن که میل به خرید دارن، یک سری مخاطبایی دارن که میل به اطلاعات داره. یعنی چی میل به اطلاعات داره؟ تو بازار بیرون طرف میاد قیمت میپرسه، شما میگید که آقا حتما خریداره، باید یه جوری بهش بفروش. آره. ولی تو اینستاگرام میاد قیمت میپرسه، صرفا خریدار نیست، صرفا میخواد بدون قیمت چنده، میخواد بررسی کنه، میخواد اطلاعاتشو بیشتر بکنه. میل به اطلاعاتش باید آتشش بخوابه. ما باید 2 تا مخاطب رو در نظر بگیریم. به خاطر همینی که میگیم آقا حتما قیمت بزن، حتما یک سری پست داشته باش کامل راجع به محصولت، راجع به خدماتت، راجع به دورت، یه پست مرجع داشته باشی، حتما باید توضیح داده باشی. حالا نکته مهم، کسی که قیمت میگیره صرفا خریدار نیست، فقط میخواد قیمت رو بدونه، مثل بازار بیرون نیست. حالا نکته اینه، این افراد حکم بازاریاب رو برای ما دارن. یعنی چی؟ یعنی من
اومدم بررسی کردم یه پیجاری رو، رفتم مثلا مبلمان رو دیدم، قیمتم گرفتم، شرط اقساطیش هم دیدم. یکی تو فامیل تو مهمونی فلانی به من راستی من مبل میخوام عوض بکنم، کسی سراغ داری؟ آره یه پیج میشناسم، شرایط اقساطیش اینجوریه، این مبل رو این قیمت میده، این مدلای جدید هم داره میاره. من هم پیج نخریدم ولی چون بررسی کردم، تو کپشن خوندم، اطلاعات به دست آوردم، تو استوری اومده گفته، من اطلاعاتم تکمیل شد، من میشم حکم یک بازاریاب. پس از دادن اطلاعات به هیچ عنوان نباید مخاطب خودمون رو دریغ کنیم، باید اطلاعات بدیم. اینا میگم تا حالا نشده یه دوستی اعضای خانواده بگید آره این پیج رو میشناسم، این شومیزر با این قیمت داره، بیاید این پیج بخرید. خب بعد اطلاعات بدیم. اطلاعات باید شامل چه چیزایی باشه؟ پس فهمیدی که باید اطلاعات رو داشته باشیم. اطلاعات شامل چه چیزایی باشه؟ یک، reservation price، قیمت حدودی که تو ذهنش رزرو شده، تو ذهنش مونده، باید بگیم به طرف آقا من حالا با این پیجی که حالا داشتم صحبت می‌کردم کاشته موها رو قیمتش اصلا نمی‌اومدم بگم. ما راجع این صحبت کردیم که شما باید حداقل تو یک سری استوری هایی بگید میدونم فرق میکنه، قیمت امروزتون با ماه آینده فرق میکنه، میدونم هر کس ممکنه بسته به نیاز خودش که آقا مثلا ممکنه بیاد کاشت ابروی بیشتری احتیاج داشته باشه، یا مثلا با توجه به مدل موی خودشون کاشت سختری انجام بشه، مدل‌های مختلفو میدونیم، ولی بیا دسته‌بندی بکن. این کاشت ابرو برای این افراد هولوش این قیمت، این کاشت ابرو برای این افراد هولوش این قیمت، از این بازه تا این بازه قیمتی. ولی برای اینکه کامل در بیاد که به چه شکل چه قیمت دقیقی هست، عکس از ابروی خودتون برام بفرستید، مشاور ما با شما تماس میگیره، شماره‌تون برام ارسال بکنید. این میشه که یه رزرویشن پرایسی تو ذهنش طرف میمونه، خاطر همین میتونه شما رو معرفی بکنه. پس قیمت حدودی حداقل برای خدماتتون مثال زدم، برای محصول که حتما باید داشته باشید، برای دوره آموزشیتون حتما باید داشته باشید. مشخصات فنی یعنی کامل جزئیاتش رو توضیح بدید. محصوله، بیا بگو این از چی تشکیل شده، جنسش چیه، کارایی و فیچرش چیه، تو چند حالت میشه ازش استفاده کرد. مثلا آقای سرخکن رژیمیه، مثلا فیلیپسه یا میباشیه، سرخکنای بدون روغن از هواپزا. آقا این چند تا برنامه پخت داره، جنس تفلونش چیه، تا چند درجه رو تحمل میکنه، چه چیزایی رو میشه تو داخلش پخت، واقعا سرخ میکنه بادمجونو یا خشکش میکنه، تو چه حالتی بذاریم بهتر میتونی ازش استفاده بکنیم، ساخت کجاست، قیمتش چیه، چجوری میتونی تهیه کنی، چند روزه به دستت میرسه، ضمانتش چیه، تمام جزئیات. کاشت ابروه، من این مثل کاشت ابرو دارم چون جلسه مشاوره با کاشت ابرو داشتم. بیا بگو آقا کاشت ابروی شما، کاشت ابرو تو مجموعه ما به این شکل انجام میشه، انقدر دوره نقاهت داره، ما متخصصینمون انقدر تجربه دارن، از چند روز قبل باید رزرو بکنید، بعدش چه کارهایی باید انجام بدید، ما چه تضمینی به شما میدیم، چه افرادی میتونن پیش ما بیان کاشت ابرو انجام بدن، چه افرادی نمیتونن، چه کارهایی نباید قبلش انجام بدیم، عارضه هاش چیه، افرادی که سنشون رفته بالا، موشون سفید شده، آیا میتونن کاشت داشته باشن؟ بیا توضیح بده و بیا بگو که چقدر ماندگاری داره، چقدر من الان رزرو کنم چند وقت بعد میتونم کامل انجام بدم، تمام و کمال این اتفاق میفته، تمام جزئیات، قیمت حدودیش هم پس بهم بگو. دوره آموزشیه، بگو این دوره آموزشی چند ساعت، به درد کیا میخوره، چه سرفصلایی داره، کیا میتونن ازش استفاده کنن، کیا به دردشون نمیخوره، چند روزه نتیجه میگیرن، چه ضمانتی داره، چه پشتیبانی دارید، چه قیمتی داره، چجوری میتونم تهیه کنم، میشه جزئیات. ما کی هستیم؟ خیلی مهمه، خیلی مهمه که شما کی هستید. فرق هم نمیکنه واقعا، تو این 3 دسته پیج بلاگری هست، هنری هست، هر چی که هست، محصول داری ارائه میدی، خدمات آموزش، فقط باید بگی کی هستی.
بخاطر این هایلایت من کی هستم خیلی مهمه و حتما داشته باشید. این یکی از اون محتواهاییه که برای شما اعتماد رو میاره. هایلایت من کی هستم. باید بگید آقا چه تجربه‌ای دارید، برنامه‌تون چیه، یه مقدار از زندگی شخصیتون گفته باشید. برای اینکه بدونید کاملا من کی هستم رو یه ذره دستتون بیاد، هایلایت پیجای مختلف رو ببینید، بلاگرها که این هایلایت رو دارن میتونه کمکتون بکنه. ولی ما نیاز داریم که توی یک پست هم این رو شما بگید. من فلانی هستم، چندین سال در زمینه زیبایی داریم کار میکنیم، این مجموعه کلینیکمون رو در این سال زدیم، الان مثلا 20 تا پرسنل دارم برام کار میکنن، روزی حداقل 40 تا مراجعه کننده داریم. ببین داری از خودت میگی دیگه. من تو یه پیج هنری زدم، علاقم به مثلا مکروگرافی مثلا از 5 سال پیش بود، تحقیق کردم، بررسی کردم، کلی مطالب یاد گرفتم، کلی دوره آموزشی خودم رفتم دیدم. به واسطه دوره آموزشی که دیدم الان میتونم 20 تا طرح مکرو بزنم، 20 تا دوره آموزشی هم ضبط کردم، تا الان مثلا بالای 100 تا دانشجو هنرجو دارم. میتینگ هایی که برگزار میکنم، تو اون میتینگ ها مثلا میایم اشکال یابی میکنیم افراد رو. هدفم اینه که در آینده مثلا بتونیم افراد بیشتری رو با این هنر آشنا بکنیم. سلام، من صادقی هستم، یک فروشگاه لوازم خانگی دارم. تو این فروشگاه ما حالا با توجه تجربه و قدمتی که توی بازار داریم سعی میکنیم که محصولاتمون واقعا محصولات باشه که جنس فیک اصلا به دست شما نرسه، اصلا تو فروشگاه ما وارد نمیشه. مثلا اینکه اورجینال ترین، اصیل ترین محصولات به دست شما برسونیم. با اینکه خیلی سخته تو این بازار، با اینکه میدونم بحث فروش محصولات غیر متفرقه سودش بیشتره، ولی ما اصلا این سود لحظی رو نمیخوایم. ما دنبال این هستیم که شما چندین و چند سال ما رو به بقیه دوستانتون معرفی بکنید. فروشگاه ما واقع شده در این قسمت، در این خیابان. شما میتونید از این سال تا این سال حضوری تشریف بیارید. و چه مواردی داریم کار میکنیم؟ از موارد برقی و خرد گرفته، مثل آب میوه‌گیری، مثل گوشتکوب برقی، مثل چرخ گوش، مثل جارو شارژی و جارو برقی و اینها گرفته تا توستر و اینها، تا یک سری لوازم درشت مثل یخچال، فریزر، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی. این برنده داریم کار میکنیم. هدفمون اینه. باید بگیم ما کی هستیم. بسیار تأثیر داره تو استوری، تو ریلز، تو پست. چند بار اینو بگیم؟ ماهی یه دونه اینو باید داشته باشید به شیوه های مختلف. حالا توی این میتینگ هایی که به صورت ماهانه با هم جمع میشیم راجع به این هم با هم صحبت میکنیم. خب تمرین مهم، آخرین جلسه تمرین دارید بچه. توی جمله بگو کی هستی و چه مشکلی برطرف میکنی. من چند نمونه مثالش زدم، سعی کردم که کامل دستتون بیاد، ولی خودت بیا بگو آقا کی هستی، این مشکل مهمه، چه مشکلی برطرف میکنی. این تو ذهنشون بیشتر میمونی. مشکل رو بگی آقا من دست گذاشتم روی این مشکل. همه مثلا دغدغه‌شون جنس خرید اسب بوده که فیک نخرم، ما این دغدغه رو اومدیم پوشش دادیم. همه دغدغه‌شون این بوده که آقا مواد بی‌کیفیت استفاده کردن برای کاشت ابرو، کاشت ابروشون بعد یه ماه میریزه. ما اومدیم کاری کردیم با توجه تجربه تکنسینایی که 15 سال تو این کارن، آرزا رو زیر 1% آوردیم. مثلا مشخصات فنی محصول رو بنویس. محصول، دوباره میگم، محصول فیزیکی، دوره آموزشی، خدمات، هر چیزی که هست داری میفروشی میشه محصولت. من مثلا همین چند وقت پیش داشتیم تو دایرکت صحبت می‌کردیم آقا این موارد تو فروش یاد میگیرید. طرف خدمات زیبایی داشت، یک پیج خدمات زیبایی داشت که رنگ مو میکرد، سال زیبایی بر رنگ مو. و ما کارمون فروش نیست. بخواستم ببینم دوره به دردم میخوره. یعنی چی کارمون فروش نیست؟ همه کارشون فروشه. این ذهنیت درستی نیست که آقا من کارم مثلا فروش نیست. خب خدمات داریم میفروشید دیگه. این ذهنیت رو من میخوام اصلاح بکنم داشته باشید. مشخصات فنی محصول بنویس. قیمت حدودی محصولات، خدمات دوره‌ای آموزشی از چند تومن تا چند تومنه. اختلافش نباید زیاد باشه. مثلا دوره‌ای آموزشی من از با تخفیف که هست از 1 میلیون هست تا 1,980,000 2 میلیون. بدون تخفیف هم من تا 5 میلیون 6 میلیون هم بچه‌ها دوره من رو تهیه کردن. توی رنجی بین 1 تا 2 میلیون میچرخه دیگه.
مثلا من دوره 100,000 تومانی ندارم با دوره 4 تومانی، اختلاف زیاده اینجوری. یا مثلا خدمات شما مثلا میگی که آقا من خدمات خودروم از این قیمت دارم، از صافکاری مثلا اینقدر شروع میشه تا دیتیلینگ مثلا این قیمت. اگر اختلافش خیلی زیاده یه زنگ خطره، یعنی شما دارید افراد و قشر زیادی از جامعه رو مورد هدف قرار میدید. شما باید یک قشر رو مورد هدف قرار بدید، بحث نیچ اینجا دوباره وسط میاد. چون افرادی که میخوان بیان آتش اطلاعاتشون رفع بشه، این آتش رفع نمیشه، خیلی جامعه زیادی پیدا میکنه، تو ذهن طرف نمیمونه که آقا خدمات شما از این هست تا این، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد، این قیمتا تو ذهنش نمیمونه که بشه بازاریاب شما. اون مخاطبی که فقط دنبال اطلاعات رو نمیتونیم درگیر بکنیم. پس نباید زیاد اختلاف بین خدمات محصول و دوره آموزش شما زیاد باشه. بریم سراغ جلسه سوم بحث اعتماد.